یک گروهی از دزدان مسلح در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در پی اجرای یک عملیات هدفمند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مفتی محمد اسماعیل فرقانی مدیر جنایی قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید این افراد 3 اراده موتر را از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب و 1 اراده موتر دیگر را از شهر شبرغان به سرقت بردند. بعد از تحقیقاتی که در ادارات مربوط مدیریت جنایی قماندان امنی ولایت جوزجان تحقیقات بررسی میشه و تحقیقات جریان پیدا میکند، در ضمن تحقیقات اینها 3 موتر را از ولایت فاریاب ولسوالی انخوی اینا سرقت نموده بودند و قطع طریق نموده بودند و 2 تا از آن موترها را به ولایت قندوز انتقال داده بودند و اونجا فروخته بودند. از اونجا گرفتار گردید. در همین حال مالکین وسایط سرقت شده اقدام نیروهای امنیتی ولایت جوزجان را در بازداشت سارقین استقبال کرده و تاکید می‌کنند که باید از فعالیت‌های چنین افراد که دست به سرقت و سایر جرایم جنایی می‌زنند جلوگیری شود. شمویت در منطقه سرقت تولیان شمویت نمونه شوش نبر سارق شده کوره اصلا شو چاولیان شو بچلان قلدن اینا که 8 بجه یتر مش شو ساعت شما شتایم دولیلا ما شوش نبر که سارق نکرده شو چاو موجود شو ما شنو سلام که شلون عملا جواب تر من شلا چاق کورستن بچاگون شلا 20 روز پیش بود که محترم از ناحیه خود ما که مربوط به ولسوالی انخوی میشه سرقت شده بود و خوشبختانه چند روز سارقین پیدا شده و امروز ما را خواستن و موتر ما را به ما تسلیم کردن و یک تشکر خاص از این ارگان‌های امنیتی و دولت ما که امنیت برای ما فراهم ساخته و تشکر میکنم ازشون. 3 نفر مسلح کلو مناقل کی تو دله حال کی تو دله اگر میتی رمضان ده من شکر امارت اسلامی نه مناسبنم همکارلی منم عامر صاحب جنایدن گفتن که بله منتار من بروز شکر زمو ترازمان قول زالدی اما استن گفتن که بله منتالی قلاس. گفتنی است که از نزد این افراد 1 میل تفنگچه کمری، 1 میل چرایی و مقداری از تجهیزات دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی به دست آمده است. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق